دندانم. سلام پاندا. سلام زرگوشک. پاندا با تو چی شد؟ دندانم درد میکند. چی؟ تو دندانهایت را میشویی؟ من هر روز 2 مرتبه میشویم، سحر و بگو. پس برای چی دندانت درد میکند؟ برای آنکه یک چرمغز گرفته در زیر دندانم گذاشتم و قرص شکنم گفتم که فهمو دندانت شکست. انا دندانم. دندانی تو از انگشت من هم کلان بوده استه. کنی شین کنی بگو. زرگوشک عجب ساده بوده ای. دندانم درد میکند و وقتی درس خونی است مگر. پاندا من بگو گفته یعنی دهانت را کشو میگویم. انا درست گفتی پاندا. سلام بومیدانو. سلام دوستان. سلام بوم. تو حرف رو خیلی زیبا تلفظ کردی. بوم من حرف نگفتم، من گفتم. دندانم درد میکند. هیچ گپ نه دوستان، ما امروز حرف میخونیم. اول باید به نزد دکتر رویم. دکتر اکا است، شما او رو میشناسید؟ همون اکای دوست رو میگویی؟ نه انا بین انا دندانم سیاحت شد. زرگوشک کنی کمک کن. انا کنی انا دندانم سیاحت شد. درد نمیکند. نه درست میگویی پاندا. اکا دوز نیست. همین طور نه بچه ها. وقتش آید من چی خیلی پرنده بودن اکا را با شما میفهمونم. وای دوستی شما میشود. خوش پاندا لبای دندانت ساز شد؟ دندانم سیاحت شد. اکنون با نزدی حرف خوراک میرویم. با نزد حرف خوراک. همه کسا با نزدی هر خوراک میرویم. رفتیم نمیدیم. سلام حرف خوراک. های زرگوشک و من دیروز با تو گفتم که حرف خوراک حرف خورده صدا میبرارد. من هم دیروز با تو گفتم که بگذار جوابی سلامم را ندهد هم وای نمیشنود. بحث نکنید. پاندا بیا با من کمک رسون. حاضر بوم. کنی؟ بوم حرفی چی خیلی میشود؟ حرف چون دروازه. حرف پر آوازه. اولی الف باست. افسری الف باست. بوم انا همین است. نه نیافتی پاندا. این نیست. حاضر دوستم. انا همین است. آفرین یافتی. انا همین است. من یافتم. حرف خوراک دهنت رو کشا. من با تو حرفی آوردم. انا گیر دوستم. انا آفرین پاندا قندت رو خور. بوم من قند نمیخورم، دندونم درد میکند. خیر اکنون حرف رو شناختی؟ شناختم. حرف سکونجه شکل بوده، فقط طرف پایانش در آمدگی. آفرین. اکنون باز حرف ها رو خورون. حاضر دوستم حاضر. انا دوستم من با تو حرف آوردم. انا گیر. ز
از کنی باز یک حرف دیگر انا وزیر حرف خوراک با تو باز حرف میبرم انا آوردم گیر انا دوستم کنی نه آن کنی حاضر انا دو حرفی دیگر دوستم انا گیر انا اینش را هم گیر انا کنی ابر کنی باز یک حرفی دیگر حاضر انا دوستم حرف خوراک باز یک حرفی دیگر انا مرحمت انار او سرگوشک لبای من یک مرتبه در تاجیکستان انار خورده بودم باز میدونی چی خوردم؟ چی خوردی؟ باز چی خوردم؟ حاضر انا انگور انجیر بوم من حرفی ارا یاد گرفتم من هم یاد گرفتم آفرین. اگر حرفی ا رو یاد گرفته باشید من با حرفی ا یک حکایچه میخونم. بخوام بومیدانا با دقت گوش کنید. زرگوشک مرحمت خوش کنی انا شما آماده دوستان؟ بله بوم آماده ایم شما چی بچه های عزیز؟ آفرین. معلمه با بچه ها گفت 10 کلمه نویسید در اول و انجامشون حرفی ا باشد. انوشه نوشت الله، اما، اره، ارچه، اککا، اتولا، عزیزه، انیسه، اروبا. معلمه گفت اگر یک توی دیگر نویسی 10 تا می شود. انوشه گفت دیگر کلمه نیست. کلمه دهم در صنف ما هست. گفت معلمه. انوشه به فکر فرو رفت. ناگاه آن کلمه را در روی دفترش دید. انوشه ندا کرد وی. زرگوشک لبای در عالم با حرف ا کلمه بسیار بوده است. به حرف ا تماما گپ زده نمی شود گپ زده می شود لیکن مضمونش دیگر خیل می شود. مثلا آسو نیوو سو انا انار نیو نار دوستان شما از دیروز هم باز داناتر شدید کو؟ دوستانی من یک تزگویک بدونم گویم بگوی پنده. اکم اندک انگچیند بومیدانا لبای زرگوشک. اکا алло است. اوهو خوش اکنون چیکار میکنیم؟ دوستان شما با حرفی ا شناس شدید. بله خوش بچه های عزیز شما هم حرفی ا را شناختید. آفرین. این طور که باشد با حرفی ا یک چند هجا و کلمه نوشته برا تلفظ کنید. خیر بچه های عزیز. انا خیر